سلام علیکم برادرو. امی یه جو رفتیم کور تو پیداتون کردن سون ندادن. امی خیلی کسل پریپار کردارم. امی دین اغاتیریم. امی خیلی شیریم همه ران بودن وارمای ای بان قاردارم باید بان کمیجا باید تاجیستان برام بچه های توجی یه دستگیری ممکنه ما امی مقصد چیه امی تاجیستان برام دا ای بان کمی رسته قاردارم اگر یا پادش کردیم بچه توجی ممکنه دا. السلام علیکم برادرای عزیز. سلام علیکم با کل مردم مسلمان. خواهش همتون اول برادرای عزیز همو دستگیری فراموش نکنید برادرو. همه لایک ما پدلیت که در ایمو واتساپ دوری که امروز به نهایت این خبر گوش کن یک بار که یک سخن میکنم که میگن که امروز یک سخن است. من از بیگانگان چی نالم هرچی با من کرد خودی کرد بیگانه نه. برادری که در اول ویدیو در گپ زد برادری من و شما هستید. برادری من و شما در یک جا کار میکرده است در کوارتیر برادرای تاجیک خدمت قطعی. این برادرمون کم ترک سلامتیش خوب نیست، بیماری روحی دارد، پریپاتکا دارد. وقتی که برادر در آنجا کار میکنه سومشان نمیده ای کار سرش میکنن پولی ندارد که با کوارتیر بده. برادرای تاجیک خدمت ای کوارتیر بیرونش میکنن. چی بگم دیگه امروز ما در ویدیو میگیم تاجیکو یک جای شیم، تاجیکو یک جای بگیم، همه خدا دستگیری یک دیگر باشیم. امروز تاجیکای کوارتیر سر کیسته پل نداره برو بره جایی که بگی خیلی بیسی ما هم کار که یا برو هر دی ماه شمیتی نه برو دفش بره. دتا مادر دتا اپا دستگیریش کردن سکاری بودن. برادر دی احوالش خیلی پریپات کمی خواهد در یک جای میزن سر دهم در همه جا کتون بو بعدش راسته این اپو سکاری فیروت کردیم بودی انشای سکاری بالنیستا احوالی برادر دیده سینه صورتش بود همجا برآمدن میگه در سکاری در بالنیسا بعدی بالنیسا. التماس خواهش میکنم دستگیری را فراموش نکنین. خواهش میکنم امروز اگر ما مسلمان باشیم، امروز اگر ما خون مسلمانی داشته باشیم نباید این خیلی برادر ما اینو در روز پستیش پرتوییم. همه کسانی که سرجم میشیم همین برادر یاردم میکنیم. این نمره تلفنش با زنگش بزنین در شهر مسکو است. زبربانکش هم به همه نامی برادرمون بختاوره. بعد مقصد جه ما چیشم دو همه چیز روی سنج دیم گبزیم در پیشم اپو اپاسته در روزی در اکسیژن خوابای همین در روز اکسیژن چکدیان شه نصیب خدا خواهد پگاه های پیش بو میویا های پیش قد بو ویدیو میکنم. همین برادر یک دستگیری میکنیم با تاجیکستان روانش میکنیم. خواهش همتون برای که سلامتی برادر خوب نیست، سلامتیش کسل پریپات که دارده شاید در یک اونجا که کسلش میخواه آدم نیست ختم کسل پریپات کرده میدونه که چی وضعیت میشه بعدا. برای هم خواهش همتون همین ویدیو را پدلید سک چی شناخت داره چیزی داره همه در رویش که خواهش میکنم شما برادر عزیز مادرای عزیز خواهر عزیز تماشا میکنی همین لایک شما من ویدیو را پهم میکنم با یک برادر میبینم یک برادر خیرخواه یک مادر خیر خواهر خیرخواه میبینه صدر بود میپرده انشاءالله باوردم بخواستی الله ثواب چم دشما میرسه. برادر عزیز خواهش میکنم که دستگیری فراموش نکنید. برادرمون بختوار به تاجیکستان روان کنیم. ساعت از میکنم تان چندی شوی این برادر عزیز با نگی 001 چیز ساعت 12 شوی حوز نو همه را گفت انیخ کردیم. این ویدیو را به شما کردم برادر عزیز. التماس کدایی که میبینید خواهش میکنم که همه برادر را یاردم کنید. 100 روبل 10 روبل 20 روبل چند قیمتونی این نمره زبربانکش نام فامیلش نمیبره نام تلفن دستش هم میتونه زنگش بزنه. واقعی الله همه تا نگهبان باشه. همه وقت دعاگو یک دیگر باشیم. با میگم که مردم تاجیک بیا یک جای شیم همه یک دستگیر یک جای باشیم. خواهش از همتون بخیلی کی نگیری بس که دیگه امروز یک جای بدن. خواهش همتون برادر عزیز همه وقت در حقم دعاگو باشین. انشالله که ما همیشه در خدمتیم. همه وقت در خدمت برادرای غریب و برادرای نیازمند هستیم. خداوند همتون نگهدار باشه. همیشه در حقم دعا کنید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.